راجع به اوضاع ایران قبل از اینکه وارد جزئیات بشم میخوام چند نکته اشاره بکنم. یک عنوان کلاسیک برای گزارش معمولا در کنگره ها و پلنوم ها و در قطعنامه ها عبارت بوده از اوضاع کنونی و وظایف ما. اما به طور طبیعی مخاطبین ما در جامعه چیزی بیشتر از این هم از ما انتظار دارند. اونا همچنین میخوان بدانند که اوضاع به کدام سو خواهد رفت. اگرچه در پاسخ به این به اصطلاح نیاز لزومی نمیبینم که به اصطلاح وارد فوتوفن پیشگویی بشم که همچون فوتوفنی هم وجود نداره، اما یک تحلیل سیاسی عینی و علمی میتونه به ما بگه که روندها در چه جهتی جریان دارند و ما میتونیم در این حد به پیشبینی اوضاع بپردازیم. این گزارش که من سعی میکنم خلاصه‌وار خدمتتون عرض کنم تلاش میکنه از همه اینا به تفکیک صحبت کنه، یعنی از اوضاع کنونی و از دورنمای آینده در کوتاه مدت، در دراز مدت، از وظایف ما به عنوان وظایف روتین و هم به عنوان وظایف اولویت‌ها و وظایف عاجل صحبت بکنه. بسیاری از این صحبت‌هایی که اینجا میشه به هیچ وجه تازگی نداره و رفقای حاضر در این جلسه که همگی از مبلغین و مروجین حزب هستند با این مفاهیم آشنایی دارند. منتها برای اینکه در این جلسه رسمی پلنوم یک تصویری از اوضاع عمومی داده بشه پرداختن به اونا ضروریه. نکته دوم اینه که واضحه که عرصه فعالیت کومله در کردستانه و بنابراین قاعدتاً بایستی این گزارش بر اوضاع ویژه کردستان متمرکز بشه. اما واقعیت اینه که تمام اون فاکتورهایی را که ما در مورد کردستان الان میتونیم روشون صحبت کنیم و مورد تاکید قرار بدیم، همه اونا کم و بیش جنبه‌های سراسری دارن و ویژگی‌های کردستانیشون بسیار محدوده. هرچند هر جایی که لازم باشه بایستی به این جنبه‌ها هم پرداخت، اما در به اصطلاح یک تحلیل برای ترسیم یک چشمانداز عمومی راجع به اوضاع سیاسی کردستان باز مؤثرترین کار اینه که ما با اوضاع سیاسی ایران بپردازیم. در مورد اوضاع سیاسی مهمترین فاکتوری که روش باش متمرکز شد وضعیت زندگی و معیشت و همچنین تندرستی اکثریت مردم و به ویژه در دوره اپیدمی کرونا است. مشاهدات روزانه، گزارش رفقای خودمون، همه اینا در این زمینه گویا هستند و شاید لازم نباشه حتی چیز زیادی در این زمینه گفت. اما یک جنبندی آماری و نقل از منابع خود رژیم که کم و بیش اینا را انتشار دادن در یک به اصطلاح تصویر جامع‌تری ابعاد فلاکت اقتصادی ایران، جامعه ایران رو به روشنی به ما نشون میده. بگذارید چند تا از این فاکتورها رو، از این به اصطلاح اطلاعات آماری رو با هم مرور کنیم. رژیم خودش اعتراف میکنه که 75% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. الان این رقم 75% از کجا در اومده؟ از طرحی در اومده که اخیراً در خود مجلس مطرح هست و هنوز البته شکل نهاییشو پیدا نکرده و قرار بود از مهر ماه عملی بشه و در ماه‌های آینده به اصطلاح به اجرا در بیاد. ولی اونجا حالا متوقف شده. ولی خب خود اون طرح چی میگه؟ خود اون طرح میگه برای به 60 میلیون نفر از مردم ایران یارانه به اصطلاح یارانه مواد لازم، یارانه‌ای که مواد لازم، مواد ضروری زندگی رو شامل بشه، اینا رو به مردم بدیم، به 60 میلیون که چون اینا محتاجن. و این 60 میلیون رو اگر حساب کنیم با حساب خود جمهوری اسلامی معنیش اینه که این به اصطلاح 75% مردم ایران زیر خط فقر قرار دارن و خود رژیم اینو اعتراف میکنه. حتی میگه که به 40 میلیونشون 60
60,000 تومان بدیم و به اصطلاح 20 میلیون بقیهشون هم 120,000 تومان، چون اونا محتاجتر هم هستن. یعنی حتی خودشون اذعان میکنن که مردم بسیار پایینتر از خط فقر هم زندگی میکنن. بگذاری برای روشن شدن اینکه این مثل خط فقر چه فاکتورایی رو به دست میده و حداقل دستمزد کارگران مراجعه کنیم. حداقل دستمزد کارگران 2,400,000 تومان تعیین شده. این حساب اون میلیون ها که الان در بعضی از نقاط ایران به 40% هم میرسه از کارگران بیکار را هم جدا کنیم. یعنی اون میلیون ها کارگر بیکار که اصلا کاری ندارن تا حداقل دستمزدشون معنا داشته باشه. و متوسط دستمزد کارگران، حتی کارگری که 30 سال هم سابقه کار داره، متوسط دستمزد این کارگران هم حالا متوسط حساب از 5 میلیون تومان بالاتر نمیره. و این در حالیه که نهادهای کارگری وابسته به خود خانه کارگر اینا در ماه امسال بود، در بهار امسال گفتن که خط فقر در ایران 10 میلیون تومان با توجه به اونم خط فقر مطلق 10 میلیون تومان، یعنی تامین پوشاک و خوراک و مسکن و حمل و نقل و بهداشت و درمان، همه اینا 10 میلیون تومان اگر کارگری درآمد داشته باشه، کاسبکاری درآمد داشته باشه، اینو تازه خط فقر به حساب میاد. حالا فکرشو بکنید با اون کارگری که حداقل دستمزد میگیره، یعنی 2,400,000 تومان، با اون حد متوسطی که در بهترین حالت کارگران شاغل میگیرن 5 میلیون تومان و با اون درصد عظیم بیکاران که هیچی نمیگیرن. حالا اینا رو در کنار هم بذارید ببینید چه فلاکتی برای این جامعه حکم فرماست. مسکن و سرپناه که یکی از معضلات جدی مردمه. در ایران 6,700,000 خانوار مطابق آمار خود رژیم اجاره نشین هستن. یعنی از 25 میلیون خانوار در ایران نزدیک به 7 میلیون نفرش اجاره نشین هستن. متوسط اجاره بها در سال 1399 میان 320,000 تا 3 میلیون تومان نوسان کرده برای یک آپارتمان 80 متری. حالا ببینید با اون ارقامی که قبلا خدمتتون عرض کردم چه وضعیتی پیش اومده. کار به جایی رسیده که حتی طبقه متوسط پایین هم از تأمین مایحتاج زندگی خودش ناتوان هست و یک موجی از مهاجرت از مرکز شهرها به حاشیه شهرها و حتی به دهات شروع شده. یعنی بسیاری از کسایی که خانه به اصطلاح صاحب خانه هستن، خودشون خونه مسکونی دارن، ترجیح میدن که خونهشون اجاره بدن، چون نه از عهده مخارجش برمیاد، مخارجی که داره آب و برق و گاز و مخارج دیگهش نگهداری، نه عهده او برمیان و نه محل درآمد دیگه ای دارن. خونه هاشون اجاره میدن در مرکز شهر، خودشون میرن در حاشیه شهر و یا در روستاها خونه اجاره میکنن با قیمتی کمتر که با تفاوت اینا بتونن زندگی کنن. این تازه وضعیت بخش وسیعی از مردمی هست که تازه صاحب خونه هستن. من یک آشنایی که راننده است مسافرکشی میکنه باش صحبت میکردم، ازش پرسیدم خب درآمدتون چقدر؟ یه چیز ناچیزی گفتم خب چطوری با این زندگی میکنی؟ بالاخره از کجا میاری بخوری؟ گفت که قبلا هفته یک بار گوشت میخوردم، الان 1 تا 2 ماه یک بار. لباس اصلا نمیخریم، با کهنه‌های قدیمی سر میکنیم. تفریح و سینما اصلا نمینویم. هزینه پزشکی هم ندارم، چون نه من بخش بیشتری از مردم به گیاهان دارویی و داروهای سنتی که اخیراً خیلی رواج پیدا کرده به اینا پناه بردیم. همین با اینا میگذرونیم. ببینید تازه کسی که برای صاحب یک ماشینی بود و میتونست باش مسافرکشی کنه. با این فقر و فلاکت عمومی، بیکاری وسیع، آسیب‌های اجتماعی گسترده هم نظیر اعتیاد، تنفروشی، خودکشی، افسردگی و غیره اضافه کنید تا ابعاد فاجعه روشن بشه. ایران، جامعه ایرانی که از ناشادترین جوامع دنیاست، اینو ارزیابی‌های بین‌المللی میگه. سیاست رژیم در مقابل با این وضعیت معیشتی چیه؟ سیاست رژیم
به هیچ وجه نیست که از بودجه‌های نظامی و از مخارج به اصطلاح مخارج زیادی که در خارج از مرزهای ایران صرف میکنه و از دستگاه امنیتی و از ایناش بزنه. یک سیاستی که در پیش گرفته عبارت است در انتظار نگه داشتن مردم. این که مردم همیشه در موقعیتی باشن که چشم به راه کمک‌های دولت باشن. ببینید مثلا همین طرحی که قرار است که 60,000 تومان یا 120,000 تومان یارانه خوراکی به مردم داده بشه، در مجلس میاد و میره، خبرش منتها وسیعا در روزنامه پخش میشه. مردم حالا منتظرن، میگن که قرار شده از مهر ماه داده بشه و الان آبانه. یک کسی از مجلس میاد میگه که، یا یک مقام دولتی میاد میگه که نه، دولت قول داده هر وقت تصویب شد اون مصوبه از ماه آبان را از ماه مهر هم پرداخت کنه، اون بدهی شمار از ماه مهر هم پرداخت کنه. یعنی حالا مردم منتظرن ببینن کی تصویب میشه و اگه تصویب شد از ماه مهر مثلا چقدر بهشون میرسه. یا مثلا فرض کنید کمیته امداد امام، یک کسی محتاجه میره بهشون مراجعه میکنه، یه پول ناچیزی بهش میدن، میگن این کمه، آخه هیچ به هیچ جای ما نمیرسه. میگن که خب ببینید من اسمتون مینویسم، با مقامات مسئولم با بالاتری هم صحبت میکنم، ماه آینده سعی میکنیم اضافه کنیم، امیدوارم یه پولی گیرمون بیاد، ماه آینده تشریف بیارید فلان کنید. به عده وام میدن. به یه نوعی میخوام بگم که تمام مردم رو در انتظار نگه میدارن از امروز به فردا، و چون به اصطلاح فقر و فلاکت هم دیگه بی حد و مرزه و نیازهای مردم به خصوص اقشار پایین هست، این تاکتیک رژیم در کوتاه مدت تونسته مؤثر باشه. حالا کرونا را اضافه کنیم که به اصطلاح دردی بر همه دردهای دیگه وضعیتی رو به وجود آورده که باز مردم رو در خودش فرو برده. جمهوری اسلامی میخواد با این وسیله مردم رو مستأصل و به اصطلاح محتاج خودش نگه داره. ببینید مشکلات تنها اینا نیستن. حوادث محل کار مرتبا در حال افزایش. یا یک مثلا خانواده‌ای که یک کسی آسیب دیده بهش وعده میدن یه مقداری بهتون کمک میکنیم، والا ما برو تا ماه بعدی، منتظر نگه میدارن. کولبرا رو در مرز میکشن، همینطوری سالانه حدود 250 نفرشون در مرزها به طور متوسط جان میبازن. حالا میخوام به نکته دیگه راجع به اوضاع ایران اشاره کنم. یکیش راجع به بحران اقتصادیه. ببینید اگرچه بحران‌های جاری سرمایه‌داری به شکل جهانی بروز پیدا میکنن یا پس از شروع در یک کشوری به کشورهای دیگه سرایت میکنند و تمام جهان را تحت تأثیر قرار میدن، اما در مورد ایران وقتی از یک بحران اقتصادی که هیچگاه در طول این 41 سال گریبان این رژیم و این مردم را رها نکرده سخن میگیم، بحران اقتصادی ایران یک بحران روتین سرمایه‌داری نیست. این بحران ناشی از اضافه تولید نیست. این بحران ناشی از کاهش نزولی نرخ سود نیست. این بحران ناشی از سیاست‌های این رژیمه. ناشی از موقعیتیه که از لحاظ اجتماعی و سیاسی این رژیم درش قرار داره. ممکنه عواملی مثل ناکارآمدی دو دستگاه مدیریت، فساد، باندهای مافیایی، دخالت پاسداران در اقتصاد، همه اینا بخشای از این به اصطلاح عامل باشه، ولی عامل اصلیش اینه که این رژیم در بحران سیاسی زندگی میکنه و با بحران سیاسی تونسته به حیات خودش ادامه میده. یا وقتی مثلا این بحران در وجود جنگ ایران و عراق خودشون نشون داد، یا وقتی در نمیدونم دعوا بر سر فرمان قتل سلمان رشدی خودشون نشون داد، یا وقتی در بحث نمیدونم پروژه های اتمی و با توجه به حساسیت‌هایی که غرب و آمریکا بهش نشون میدادن در این خودشون نشون داد، یا وقتی در به اصطلاح زیاده‌خواهی‌های منطقه‌ایش و همه اینا، ولی کاملا برای بقای خودش به بحران نیاز داشته و در درون بحران زندگی کرده. بنابراین این ویژگی رو باید بشناسیم. در دوران حاکمیت این رژیم در نتیجه ندانمکاری‌ها
و سیاست‌های سودجویانه و اقدامات نامسئولانه مخازن آب‌های زیرزمینی و حداقل خودشون رسیدن و بعضی‌هاشون ته کشیدن. دریاچه‌ها، تالاب‌ها خشک شدن. طی 41 سال مساحت جنگل‌های ایران بیشتر از نصفش از بین رفته و بخش بزرگی از این ثروت طبیعی در کردستان بوده که از بین رفته. 90% حیات وحش ایران از بین رفته. اضافه کنیم به همه اینا مثلا وجود ریزگردها، وجود هوای آلوده شهرها که طبق آمارهای خود رژیم هر ساله 28,000 ایرانی تنها در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا جانشون از دست میدن و در زمینه محیط زیست کردستان بیشتر از بقیه نقاط ایران هم لطمه دیده. اما ببینید با همه این فلاکتی که ازش صحبت کردم و با همه این بحثایی که راجع به سرکوب‌های وحشیانه و بی‌عدالتی‌های مداوم اینا وجود داره، مردم ایران تمکین نکردن. خیزش‌های مردم یک اتفاقی که کاملا در افق هست، یعنی کاملا جمهوری اسلامی انتظارش میکشه، ما هم همینطور اگرچه مطابق نقشه ما برپا نمیشن و اگرچه رهبری و هدایتش از جانب احزاب سیاسی و ما و هیچ کس هم صورت نگرفته، ولی معنیش این نیست که اینها از صحنه سیاسی ایران حذف خواهد شد. اینا با توجه به این وضعیتی که ازش صحبت کردم مثل آتش زیر خاکستر کاملا امکان سر برآوردن دارن و هر بار هم که خیزشی انجام میگیره تکرار ساده خیزش قبلی نیست، بلکه یک قدم جلوتره. شما نگاه کنید مثلا خیزش 78 یا 88 خیزش طبقه متوسط یا به هر حال در چارچوب خود حفظ نظام بود. بعد از 88 دیگه ما 96 داریم که میبینیم خیزش مردم هم از لحاظ محتوای شعارها و خواستهاشون و هم از لحاظ ترکیب شرکت کنندگان کاملا گذشته. خیزش 98 باز یک جهت سرنگونی خواهانه خیلی روشنتری به خودش گرفت و به هر حال با سرکوب خیلی شدید و وحشیانه رژیم تونست کنترل بشه. مطمئنا این خشمایی که روی هم انباشته میشه در آینده چندان دور باز هم تکرار خواهد شد. بنابراین وقوع این خیزش ها قطعی است و مسلما این خیزش ها خودشون هم در تداوم خودشون به تضعیف جمهوری اسلامی منجر میشن. مردم هم تجربه میاندوزن از این خیزش ها و رژیم هم تجربه میاندوزه. مثلا برای نمونه مردم فکر به این نتیجه رسیدن که این خیزش ها بایستی دشمن رو خسته و فرسوده کنه و نیروهای دشمن رو پراکنده کنه و بنابراین از محلات فقیرنشین شهرها شروع کنیم، از جاهایی که رژیم انتظارش نمیکشه مثلا اعتراضات و تظاهراتمون رو شروع کنیم و قدرت و نیروی خودمون رو نمایش بدیم. خب رژیم هم عیناً اومده نیروهاشو پراکنده کرده در محلات، در مناطق، در جاهای مختلف، در اینکه نیروی متمرکزی هم یه جای نگه داشته. یعنی میخوام بگم که این به اصطلاح آموزش از این خیزش ها دو طرف است. منتها در زمینه خیزش های مردمی اون چیزی که به اصطلاح برتری میده به جبهه مردم عبارت است اون تجربه اندوزی هایی که در وجود رهبرانی متمرکز میشه. رهبرانی رو میان، رهبرانی خودشون رو میشناسونن، رهبرانی اعتماد توده ها رو به خودشون جلب میکنن، رهبرانی که آب دیده میشن برای یک قدم فراتر رفتن و برای یک قدم فراتر بردن جنبش های توده از این لحاظ. با وجود اینا این خیزش ها به خودی خود نمیتونن اهداف اون توده قیام کننده رو برآورده کنن. دلیلش هم خیلی روشنه، چون رهبری ندارن، چون تشکیلات ندارن. مثال سال 1950 خیلی روشنه. خیزش هایی از تقریبا از محلات فقیرنشین از حاشیه شهرها خارج از محدوده شروع شد، خیلی وسیع بود، رژیم شاه را تحت فشار قرار داد و منتها و توسعه پیدا کرد. منتها وقتی تونست به اصطلاح به نیروی متمرکزی تبدیل میشه که رهبریش شکل داد، که سازمانش رو شکل داد، رهبریش جریان اسلامی تونست به دست بگیره و سازمانش هم همون شبکه‌های به هم پیوسته روحانیت و شبکه‌های سنتی مذهبی شیعه با همه امکاناتشون به اضافه کمک‌های تبلیغاتی و میدیایی
رادیو تلویزیون‌های غربی. اینا دست به هم دادن و بنابراین اگر قرار هست در این خیزش‌های مردمی امروز در فردای ایران هم به نتیجه برسن، حداقل باید همین پروسه رو تکرار کنن. شما می‌دونید بهار عربی خب چرا شکست خورد؟ برای اینکه نتونست رهبری خودش شکل بده، نتونست سازمان خودش رو وجود بیاره. اگر جمهوری اسلامی پیروز شد و اون خاطر بود که تونست سازمانش رو داشت، رهبریش رو داشت و امکاناتش رو داشت و این شکل داده بود. بنابراین میخوام بگم که این ما رو راهنمایی میکنه چه به اصطلاح فاکتورهای دخیل هستن میتونن دخیل باشن در تحقق استراتژی ما. جمهوری اسلامی هم دقیقا نگران همین پروسه است. یعنی اینطوری نیست که ما وقتی ما اینو فرصت برای خودمون میدونیم و اینو به اصطلاح به عنوان استراتژی سیاسی خودمون روش تاکید میکنیم، جمهوری اسلامی هم همینطور. جمهوری اسلامی هم بنابراین فکر میکنه، تلاش میکنه که این نهادهای رهبری شکل نگیرن، این به اصطلاح موقعیت پیدا نشه برای مردم که خودشون رو متشکل کنن و رهبری خودشون رو شکل بدن. این رهبری فقط در شرایطی به وجود میاد که بتونه پایه مادی خودش رو در داخل کشور به وجود آورده باشه. همونطور که خمینی به وجود آورد این پایه مادی رو به صورت سازمان‌های مذهبی و تشکل‌های مذهبی و روابط نهادهای مذهبیش. و اینجا یک کشمکشیه در واقع. یعنی ما هر چقدر بتونیم جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنیم در زمینه تحمیل تشکل‌های توده‌ای مردمگیر اجتماعی، به همون درجه ما پیشروی کردیم و به همون درجه یک گام به اصطلاح به شکل دادن اون رهبری که البته اون موقع میتونه رهبران خارجیش، رهبرانی که در خارج نشستن، نمیدونم چهره‌های قابل اعتماد تبعیدیش، همه اینا هر کدوم برای خودشون جایگاه خودشون رو میتونن پیدا کنن. بنابراین هم ما میدونیم چیکار کنیم، هم دشمن میدونه چیکار کنه و از این لحاظ کارتا همه در رو هستن. مثلا برای نمونه در همین زمینه کرونا، جمهوری اسلامی میخواد مردم رو واقعا خسته کنه، مستعسل کنه. مردم فقط یعنی تنها امیدشون حفظ خودشون، حفظ جان خودشون، خانوادهشون، پدر و مادر پیرشون، بچه‌هاشون از کرونا، از این بلا باشه که نازل شده و فرصت فکر کردن به چیز دیگری پیدا نکنن و اونقدر در این دوره زخم خورده و افسرده بشن که برای دوره بعدی توان سربلند کردن نشه باشن. خب بدیلش چیه؟ بدیلش هم اینه که به مردم امید بدیم. بدیلش اینه که به مردم ابزاری بدیم که بتونن با این وضعیت مقابله کنن. با کمک همدیگه میتونیم این کارو کنیم. با روی هم گذاشتن توانایی‌هامون، با بیدار کردن وجدان عمومی مردم میتونیم مقابله با اینا بپردازیم. و این روحیه به هر درجه‌ای که این اصطلاح تشکیلات که ما باشیم در کردستان مؤثر بوده و به هر درجه این سازمان‌ها در محل به وجود اومدن، تونستیم یک روحیه شادابتری رو در کردستان برای مردم حفظ کنیم. میخوام در این بخش از گزارش اشاره بحث مبارزه و مقاومت از به جنبش کارگری اشاره بکنم. جنبش کارگری ایران به طور کلی پیشرفت‌های محسوسی کرده، البته این پیشرفت‌ها کند بوده. یعنی می‌بینیم که شمار اعتراض‌ها بسیار زیاده، شمار اعتصاب‌ها بسیار زیاده، ولی خب پراکنده هستن. یک پدیده‌هایی هم شاهد هستیم که نشانه‌هایی از مثل پیشروی و امید ما برای جنبش کارگری رو واقعی میکنه. ببینید کارگرای صنعت نفت، کارگرای پیمانکار، پیمانی و کارگرای بخش‌های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی اعتصاب کردن. خب اعتصابشون صنفی بود، یعنی در واقع برای شرایط بد کارشون، برای شرایط سخت دشوار کارشون، برای حقوق اضافی برای اینا بود، به این معنا صنفی بود. اما چه چیزی یک ماهیت سیاسی به این اعتراضات داشت؟ دست جمعی بودن و سرتاسری بودنشون بود. تمام شعبه‌های صنعت نفت و پتروشیمی رو در بر گرفت. این خودش یک معنی سیاسی میده. یعنی هرگاه جنبش کارگری حتی برای خواستای و مطالبات روزمره‌ش هم به حرکت در بیاد، به شرطی که به اصطلاح سراسری باشه، به یک اهرم فشار سیاسی تبدیل میشه.
و جمهوری اسلامی خودش این سیاسی تلقی میکنه، جامعه این سیاسی تلقی میکنه، خود کارگران متوجه اهمیت سیاسی حرکتشون خواهند شد و این جایگاه این مبارزهشون رو میبره جای دیگه. اینو ما در حرکت کارگران بخش‌های مختلف راهن هم دیدیم، باز جنبه سراسری بودنشون و اهمیتشون در این بود. اهمیت مبارزات کارگران هفت تپه در چی؟ اهمیت باز اونم فراتر رفتن از خواستهای صنفیه. اگر اون یکی در به اصطلاح قدرت خودشو، سیاسی بودن خودشو از سراسری بودنش میگرفت، این یکی از فراتر رفتن از خواستهای صنفی شد در مقابله با خصوصی سازی هایی که ابزار نیولیبرالیسم ایران هستند و بلای جان کارگران. این خواست عمومی کارگران ایران است که از زبان کارگران هفت تپه بیان میشه و این یک به اصطلاح معنای سیاسی میده به حرکتشون و این خود این نشون میده که جنبش کارگری یک تکانی به خودش داده، یه حرکتی کرده. من میخوام بگم که واقعیت اینه که به غیر از جنبش کارگری ما هیچ جنبش زنده اجتماعی دیگری را نمیبینیم که در این قد و قواره رژیم تحت فشار قرار داده باشه. نمیبینیم. حالا خیزش های از چند وقت یک بار به کنار، ولی نه جنبش زنان نه جنبش محیط زیست با همه اهمیتی که دارن در این حد نیستن. تنها جنبشی که الان هم حی و حاضر وجود داره و هم گام‌های به پیشش هم محسوسه جنبش کارگریه. بنابراین که ما امیدمون رو روی جنبش کارگری بنا کردیم، یک امید پادر هوا نیست، یک امید واقعی و عینیه و تنها به اصطلاح فعلا تنها اهرم فشار همیشه حاضریه و مستمریه که بر علیه جمهوری اسلامی و بر علیه نظام حاکم در ایران در جریان است. و از این لحاظ میگم جنبش کارگری کلیدیه و میتونه به یک جنبش سیاسی مستقل تبدیل بشه و فعلا آلترناتیو دیگری هم در برابرش نیست. راجب یک دست شدن جمهوری اسلامی هم من قبلا گفتم، ولی یه نکته دیگه میخوام اینجا اضافه کنم. به نظر من اینکه اصلاح طلب، قبلا هم شاید صحبت کردیم، اصلاح طلب اصولگرا اصلاح طلب تموم شد، ماجرا برای مردم تموم شده، ماجرا برای رژیم تموم نشد و بنابراین رژیم اینا رو حفظ خواهد کرد به عنوان اپوزیسیون. اما از نظر ما که مثل باید یک ارزیابی واقعی از کارکرد جمهوری اسلامی و از وضعیت جمهوری اسلامی در سالها و ماه‌های آینده داشته باشیم، این واقعیت مهمه که اصلاح طلبای حکومتی قدیم و اصلاح طلبای اپوزیسیونی امروزی یک نیروی اجتماعی هستند. اینا بدون ریشه نیستن در جامعه ایران. اولا از لحاظ شعارها و از لحاظ مطالبات و از لحاظ خواستاشون طبقه سرمایه‌دار این کشور رو نمایندگی میکنن و همینطور طبقه متوسط یا اقشار متوسط بالای جامعه رو نمایندگی میکنن. اونایی که از انقلاب نگرانن، از انقلاب میترسن، یه چیزی دارن برای از دست دادن در جریان انقلاب و اینا پایه اشتباه از جمهوری اسلامی هم ناراضی هستن. طبقه سربورژوازی ایران و همینطور اقشار متوسط بالای جامعه مثل همه جامعه ایران از رژیم جمهوری اسلامی ناراضی هستن و این نارضایتی ها تا اونجا که به این اقشار که بهشون اشاره کردن مربوط میشه و این نارضایتی ها به پایه مادی این نیرو اصلاح طلبات تبدیل میشه و به علاوه تشکیلات هم دارن. ببینید نیروی پایه مادی داشته باشه، تشکیلات هم داشته باشه. تشکیلاتشون کجاست؟ تشکیلاتشون در سازمان حزبی و اینا متبلور نیست، ولی در اون شبکه گسترده مدیران دولتی، در اون شبکه گسترده مدیران بخش خصوصی، در اون به اصطلاح بوروکراسی اداری وسیعی که میتونن جمع کنن. یه وقتی اینا رو همه رو پشت سر خودشون داشتن در 2 خرداد اینا و باز میتونن اینا رو جمع و جور کنن. یعنی به سرعت اینا در شرایطی که توازن قوا عوض بشه به یک آلترناتیو میتونن تبدیل بشن و به علاوه تازه امکانات غرب هم پشتیبانشونه. اونایی که رژیم چنج نمیخواستن الان فرصتی پیدا میشه پشتیبانشون. بسیاری از لیبرال های اپوزیسیون
پلتفرم سیاسیشون، نقش عمل اقتصادیشون، استراتژی اقتصادیشون منطبق بر همون چیزیه که اینا چیزی متفاوت از اینا نیست. اونا میان پشتش، میدیای غربی هم میاد پشتش. بنابراین در تعیین سیاست و تاکتیک حزب کمونیست ایران و کومله هم در کردستان این خیلی مهمه که اینها رو به عنوان یک خطر بالقوه که میتونن در شرایط مساعدی به بالفعل تبدیل بشن نباید نادیده گرفت و نباید فکر کرد که اینها ماجراشون از این لحاظ و در این قد و قواره تموم شده است. منتها چون وقت زیاد نیست، یک بحث دیگه که به نظرم راستش خیلی مهمه ولی فرصت نشد اونجا بازش کنم، بحث جناح‌های حکومتیه. اگه یادتون باشه رفقا، در پلنوم‌های قبل خود من صحبت کردم، رفقای دیگه هم صحبت کردن، همیشه میگفتیم سپاه پاسداران بدیل حکومته، یا حتی از کودتای سپاه پاسداران صحبت میکردیم، ولی هیچ وقت نمیگفتیم خب این کودتا الزاما خشونت آمیزه، قلع و قم میکنه، میکشه و میبره. میگفتیم به یکی از شیوه ها سپاه پاسداران قدرت رو قبضه میکنه. خب این دوره این کار به صورت خزنده انجام گرفته و داره تکمیل میشه. یعنی همون پیش بینی که ما میکردیم سپاه پاسداران داره بر فراز سر جناح‌ها، البته ولایت فقیه و سپاه پاسداران هم اصلا جدایی ناپذیرن، اینا هم دو به همدیگه احتیاج دارن، اینا با همدیگه رو تکمیل میکنن. من نمیخوام مثلا ولی فقیه خامنه‌ای رو از سپاه پاسداران جدا کنم، ولی این پروسه به قدرت رسیدن سپاه پاسداران داره تکمیل میشه و در انتخابات آینده هم میبینیم که یک به قول کلی قلعه پاسداری هم جای روحانی میارن و کلا پروسه رو تکمیل میکنن. اما ببینید این بحث اصلاح طلبان خیلی مهمه رفقا. اینکه ببینید اینکه اینا بخشی از حکومتن، خب اینا همه میدونن تو تاریخ ایران همه واضحه دیگه چجوری اومدن تا حالا و دو دوره خاتمی رئیس جمهور بودن، تو دوره روحانی هم به هر حال نیمه کارهاشون رئیس جمهور بوده، ولی خب همیشه هم تو سری خور بودن دیگه. جناح حاکم، جناح اصطلاح محافظه‌کار از دوره خمینی تا به امروز همیشه از اینا استفاده ابزاری کرده برای تخفیف بحراناش، ابزاری از اینا ساخته برای دیپلماسیش، برای مذاکره کردن. خودشون کار خودشون رو بکنن، قاسم سلیمانی کار خودشو بکنه، ظریف هم کار خودشو بکنه. برای این کار ظریف به دنبال نخستی‌ها می‌فرستادن، قاسم سلیمانی هم دنبال کار واقعی. قاسم سلیمانی برای حشد شعبی سازمان بده، حزب الله رو تجهیز کنه، نمیدونم در یمن تدارک حمله تأسیسات نفتی عربستان رو ببینه، این کارا رو بکنه. ظریف هم بره رنگ و لعاب ببخش رو چیزشون. استفاده ابزاری میکردن از این اصلاح طلبها و میان راه و از اینا. منتها این استفاده ابزاری کردن دورش تمام شده. نه دنیا دیپلماسی جهانی به رسمیتشون میشناسه، از این لحاظ اعتباری دارن، حالا ظریف کسی طلب براش خورد نمیکنه، و نه در ایران هم اینا دیگه مثلا ابزاری میتونن ابزاری باشن برای پای صندوق آوردن مردم. بنابراین اینا این خاصیتشون رو از دست دادن، حالا باید از یک خاصیت دیگرشون استفاده بکنه. جناح محافظه‌کار، جناح حاکم از یک خاصیت دیگه استفاده میکنه و اون خاصیت هل دادن اینها به سمت اپوزیسیونه. اون تا اپوزیسیون محترم شاهنشاهی، اپوزیسیونی در کنار حکومت، اپوزیسیونی که مثلا حد و مرزش هم خط قرمزاش هم براش مشخص کردن. خط قرمزها برای این اپوزیسیون چیه؟ یکیش به نظر من اینه که راه ندن زیر پر و بال اینا سازمان‌های مدنی شکل بگیره. اینا برن تو کردستان مثلا جنبش اصلاح طلبی خودشون رو برای خواستای فرنگی را بندازن، جنبش کارگری رو کنترل کنن، چون دچار این توهم نیستن. میدونن این سازمان‌های مدنی نهایتاً سنگ گلیم و از زیر پای کل جناح محافظه‌کار بیرون میارن. بنابراین اینها را هل دادن به سمت اپوزیسیون. تا اینجا واضحه، یعنی خب معلومه که تو این دوره هیچ کسی نمونده دیگه، تو حکومت کسی دیگه نداره. تا اونجا که به ما به عنوان اپوزیسیون مربوط میشه، اینجا نکته اینجاست که اپوزیسیون ایران به طور کلی دنبال این شعار که تموم شد ماجرا، به دنبال این واقعی بینی رو از دست میده که اینها هنوز آلترناتیون. اگر سپاه پاسداران فعلا کار خودشو به یک شیوه دیگری تکمیل کرد، اینا به یک شیوه دیگری
میتونن آلترناتیو باشن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه غرب میتونه پشتیبانشون باشه، طبقه متوسط بالای جامعه پایه اجتماعیشونه، بورژوازی ایران پایه اجتماعیشونه، و بعضی از اپوزیسیون لیبرال خارج کشور هم همونطور که در محتوای برنامهشون یکی فقط براندازیشون فرق میکنه، اینا میتونن بدیلشون باشن. و بنابراین اگه کسی میگه بدیل خود این حکومت میتونه شکل بگیره، بله بدیل اینه، به دنبال آخرین ظرفیت هایی که سپاه پاسداران برای قدرتگیری به کار میگیره، به دنبال اون حالا نوبت این اصلاح طلبان میرسه که اینها هم در نبود چی؟ در نبود یک موج انقلابی. منم میدونم آغاز یک موج انقلابی همه اینها را، محافظه‌کار و این اپوزیسیون اصلاح طلب و همه اینها را میروبه و از دور خارج میکنه. این در نبود همچین چیزی این اتفاق خواهد افتاد. و بنابراین برای ما این مهمه که اینو بشناسیم و غافل نشیم از به اصطلاح حضور خزنده اینا در اپوزیسیون، از اگر افشاگری هست، اگر تبلیغ هست، اگر تحلیل هست، اگر آگاهیگری هست، اینو از فاکتورهای خودمون حذف نکنیم. جمهوری اسلامی مخالفین داخلی خودش و اصلاح طلبان حکومتی رو از حکومت راند، ولی به اینا احتیاج داشت. حالا میخوام از اینجا به این نکته برسم. ولی به اینا احتیاج داشت. یه وقتی این احتیاج این بود که مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه و برای این منظور اینا رو به اصطلاح در حکومت شریک کرد. یه سهمی از قدرت رو به اینا داد تا بتونه از طریق به اصطلاح اینا بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه و از این راه یک شرعیتی، مشروعیتی برای خودش تعیین کنه. با اون اتفاقی که در سال 96 اتفاق افتاد و اون شعاری که همگیر شد که اصلاح طلب اصولگرا تموم شد ماجرا، برای خود رژیم هم ماجرا تموم شده بود. منتها به تدریج خودشو با شرایط جدید وفق داد. تموم شده بود از اون لحاظ که فکر کرد دیگه اصلاح طلبان حکومتی اون خاصیت رو ندارن، اون خاصیت رو که مردم پای صندوق رأی بکشونن، ولی این معنیش این نیست که همه خاصیتاشون از دست دادن. بنابراین اکنون بایستی از خاصیتاشون به عنوان اپوزیسیون استفاده کرد. وقتی اینا رو به اصطلاح تحت فشار میذاره که اینا به اپوزیسیون قانونی رژیم تبدیل بشن، اپوزیسیون علنی رژیم تبدیل بشن، معنیش اینه که هنوز ظرفیت هایی رو در اینا سراغ داره. جالب اینه برای خود این اپوزیسیون هم، برای خود این اصلاح طلبان حکومتی که از حکومت رانده شدن و حالا دیگه به اپوزیسیون تبدیل شدن، جمهوری اسلامی نعمتیه، چون اونا فقط در جمهوری اسلامی است که میتونن اپوزیسیون باقی بمونن و امیدی داشته باشن از طریق اپوزیسیون شدنشون باز هم دستشون به قدرت برسه یا اصلا تمام قدرت رو به دست بگیرن. منتها حالا نکته که میخوام بهش اشاره کنم اینه، منتها جمهوری اسلامی حواسش جمعه، نمیخواد اینا رو اونقدر پروبال بده که اینا بتونن زیر پروبال خودشون سازمانهای مدنی رو شکل بدن. اجازه نمیده تجربه سال 2 خرداد 76 تکرار بشه. در 2 خرداد 76 در توازن قوایی که وجود اومده بود به سرعت سازمان‌های غیر حکومتی، تشکل‌های غیر مدنی، کارگری و زنان و محیط زیست و غیر فرهنگی و هنری و غیرش به سرعت شکل گرفتن. حالا بعد دوباره سرکوبشون کرد، ولی در هر حال اون تجربه رو داره. الان میخواد اینا رو اونقدر پروبال بده که به عنوان یک اپوزیسیون قانونی از ظرفیت‌هاشون برای منتظر نگه داشتن مردم، برای حفظشون به عنوان یک آلترناتیوایی که در کنار میذاره برای روز مبادا و هر چیزی دیگری که در خدمت حفظ رژیمه ازش استفاده کنه. با همه اینها میخوام به عنوان یک جنبندی از وضعیت جمهوری اسلامی بگم که به نظر من جمهوری اسلامی سعی میکنه خودشو توانمند نشون میده، ولی در واقع یک رژیم ورشکسته است، به معنای واقعی ورشکسته است. ببینید از لحاظ ایدئولوژیک ورشکسته است. تمام اون چیزایی که اون مبانی فکری و ایدئولوژیکش بود همش داره کنار میره. زنا حجابشون رو دارن پس میزنن دیگه، اونم عادت کرده بیشتر حساسیت نشون میده.
به ورزشگاه ها راه پیدا کردن، در میادین ورزشی قدرت نمایی میکنن. این زن که یکی از ارکان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بود. در به اصطلاح روش زندگی و فرهنگشون همه چیزو تعدیل دادن. ویدیو، نمیدونم ماهواره، اینترنت، همه اینا در دسترس همه است و جمهوری اسلامی نمیتونه کاری باش انجام بده. مذهب حالا در سطح سیاسیش ممکنه گروه‌های این ور اونور تحرکاتی داشته باشن، ولی در سطح اجتماعی بسیار بسیار ضعیفتر شده در مقایسه با اون چیزی که در زمان شاه بود یا دوره به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بود. این از لحاظ میخوام بگم که ایدئولوژی، پیام ایدئولوژیکش با بقیه کشورهای جهان، با بقیه نقاط جهان، دنیای اسلامی و فلان، اینا پوچ از آب در اومده. تو عراق دفتر تبلیغات اسلامی یعنی جمهوری اسلامی آتش میزنن. امیدی دیگه هیچ الگوی جمهوری اسلامی هیچ به اصطلاح امید افقی به کسی نمیده که ازش پیروی کنه. پیام به اصطلاح میخوان جامعه اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی، همه اینا پوچ از آب در اومد. این رژیم از لحاظ مبانی ایدئولوژیکی ورشکست. همین امروز و فرداست مجبور با خود آمریکا که نماد به اصطلاح مقاومت ایدئولوژیکش بود بسازه. حالا پنهانی میسازه، نمیدونم نرمیش قهرمانان و از این تعبیرها، اینا حرف مفتیه، ولی در واقع در محتوای خودش میسازه. بعد برای خود مردم ایران تکلیفش روشن، برای خود مردم ایران الگوی اقتصادی زندگیش همه اینا، این فلاکتی که این صحبتات حالا ازش اشاره کردیم. بنابراین جمهوری اسلامی در واقع شکست خورده است. حالا رفتنش قطعیه، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این واقعیت، این نه تنها تاریخ به ما میگه بلکه هم واقعیت‌های عینی که امروز میبینیم به ما میگه. ولی باید دید که چگونه بره و به اصطلاح چگونه از فرصتایی که برای سرنگونیش دست میاد نیروهای چپ و رادیکال و حزب ما و جریان ما در کردستان بتونه اینا رو به مسیر مطلوبی سوق بده. آخرین بخش این گزارش که خیلی طولانی شد، فقط تیتروار اشاره میکنم، زیاد روش تکیه نمیکنم. ببینید راجع به وظایف و اولویت‌های ماست که در ابتدای صحبت‌ها اشاره کردم. مهمترین وظیفه ما کار روتین ماست که نباید تعطیل بشه. در زمینه آگاهگری، سازماندهی در چارچوب استراتژی کامل، این در هیچ شرایطی نباید تعطیل بشه. خیزش انقلابی که اتفاق میفته، ما کارمون این نیست که فقط روی وظایف روتینمون تاکید کنیم، بلکه بایستی در این خیزش و در این حرکت، در این حرکت‌های خودجوش شرکت کنیم تا فرصت‌های مناسب برای ایفای نقش آگاهگرانه و نقشمند به دست بیاریم. این فرصت‌ها نبایستی از دست برن. بسیاری از انقلابیون در همچین فرصت‌های همدیگر رو باز می‌یابند، همدیگر رو تجربه می‌کنند، به همدیگر اعتماد می‌کنند، در دست همدیگر می‌گذارند برای حرکت‌های بعدی. و شرکتمون بایستی وحدت بخش باشه، شرکتمون بایستی هدایت کننده باشه، از درگیری‌های زودرس سوق دادن روی‌های زودرس جلوگیری کنه، مردم رو خسته نکنه، پیروزی رو قدم به قدم در دسترس بذاره، امکان پذیر کنه، مردم رو نترسونه از شرکت کردن در این خیزش‌ها، بلکه راه رو برای پیوستن بهشون آسان‌تر کنه. همه اینا تاکتیک‌ها و روش‌هایی هستن که فعالین ما در محل میتونن در پیش بگیرن و همینطور دستگاه‌های رهبری ما و دستگاه‌های تبلیغاتی ما باعث این گونه موقعیت‌ها رو لحظه به لحظه تعقیب کنن و هیچ فرصتی رو برای تقویت جریان کمونیستی در متن این جنبش‌ها و حرکت‌ها از دست ندن. همه اینا رو بایستی با کاردانی و در جهت حفظ نیرو و نیفتادن به دام دشمن انجام بدیم. تا اونجایی که به اولویت ما در زمینه کار روتین مربوط میشه، گسترش تشکیلات حزبی در کارگاه‌ها و محلات کارگری و حاشیه‌نشین به خصوص اولویت ماست. رفقا بایستی روی این بیشتر تاکید کنند. در همین رابطه استفاده کردن شبکه‌های اجتماعی، قبلا هم گفتیم اینا ابزار کارایی برای پیشرفت
کارهای برای پیشرفت پروژه ها و نقشه های سیاسی ما هستن. منتها در این حال جای نباید فراموش کرد که اینها جای فعالیت محلی ما را نمیگیرن و نباید اینها رو به عنوان آلترناتیو این فعالیت در نظر بگیریم، بلکه به عنوان تکمیل کننده و تسهیل کننده این فعالیت ها مورد نظر باشه. بحث تحکیم موقعیت کومله در رهبری مبارزه بر علیه سیستم ملی، اینو با قبلا هم خیلی روش تاکید کردیم، الان من در این اولویت ها میخوام باز بهش اشاره کنم. با اتکا به برنامه کومله برای حاکمیت توده‌ای، استراتژی کومله در جنبش کردستان و مصوبات کنگره 17 و به طور مشخصا میگم بایستی در مجادلاتی که بر سر مسئله ملی در سطح جامعه، در سطح روشنفکران و نخبگان در داخل و خارج کشور در جریان هست، باید شرکت کنیم، باید نمایندگی بشیم. دیدگاه ما، نظر ما باید نمایندگی بشه و ما نباید این عرصه از مبارزات نظری و سیاسی برای عقب راندن استراتژی‌های دیگه و برای اصلاح مقبولیت بخشیدن به استراتژی خودمون و سیاست خودمون و اهداف خودمون، این فرصت ها یعنی نباید نسبت بهش سرلنگاری کنیم، کاری که به اصطلاح در ادبیات ما کمتر دیده میشه در دوره‌های گذشته. به علاوه نبایستی کسی بتونه کومله رو از به اصطلاح مجامع و محافلی که درش سرنوشت مردم کرد مورد بحث قرار میگیره محروم کنه. یعنی کومله نسبت به این گونه مجامع، هم از اینکه درشون شرکت میکنه یا نمیکنه مسئوله و بایستی ختمش و سیاست خودش رو در این زمینه آنچنان مؤثر عنوان کنه که نتونن با کار بردن ابزارهای از بالا نقش واقعی و عینی کومله رو در جنبش کردستان و در جنبش رفع ملی تخفیف بدن. ببینید ما روی فعالیت در محیط‌های کارگری و تشکیلات محل کار و زیست و محلات فقیرنشین و حاشیه‌نشین تاکید کردیم، ولی این تأکید ما نباید ما را غافل کنه از کار کردن در محافل روشنفکران، دانشگاهیان، آکادمیسین ها، معلمان، محیط‌های فرهنگی، همه این خیلی مهمه، بخصوص در کردستان برای ما خیلی مهمه و حتی در خارج کشور هم که در واقع به درجه حوزه فعالیت نمایندگی کومله و تشکیلات خارج کشور ماست، بایستی با این جور محافل و این مجامع مترقی و پیشرو در تماس باشیم. اینا اعضای حزب ما نیستن، اعضای حزب ما نخواهند بود، ولی میتونن دوستان ما باشن، میتونن در بحث‌های تلویزیونی ما شرکت کنن، میتونن بخشیدن و غنا بخشیدن به بحث‌های ما مؤثر باشن و نبایستی از پرداختن به اینا، از دوستی با اینا و از دخالت دادن اینا و از تسهیل کار، تسهیل ارتباط برای اینا خودمون رو کنار بکشیم. یه فراخوانی در روز کومله عنوان شد برای متحد ساختن کمونیست‌های کردستان. این فراخوان به نظر من واقعی بود، هرچند تحریف شده عنوان شد این ور اون ور و معنای واقعی ازش بعضی ها تلاش کردن معنای واقعیشو ازش بگیرن، ولی یک به اصطلاح یک سیاست عملی واقع بینانه و مؤثری هست برای تقویت کومله. هزاران نفر از کمونیست‌های کردستان هستند که الان عضو تشکیلات ما نیستن، قبلا بودن الان نیستن، یا قبلا هم نبودن الان، ولی چون سوسیالیست میدونن خودشون کمونیست و طرفدار طبقه کارگر و زحمت کش میدونن، اینا میتونن با ما باشن، اینا میتونن در کنار ما باشن. حداقل ما بایستی این سیاست رو پیگیری کنیم و اون موانع تشکیلاتی که بر سر راه این مسئله وجود داره، این موانع هم برطرف کنیم. و به عنوان آخرین نکته میگم که کومله در شاید یکی مونده با آخرین، ببین تشکیلات علنی ما در کردستان عراق یکی از عرصه‌های مهم فعالیت ماست. باید این تشکیلات تقویت بشه، این تشکیلات بایستی از ظرفیتاش بهترین نحو استفاده بکنه و به هیچ سیاستی و به هیچ نوع جهتگیری که به نوعی از آنها بخواد فعالیت ما رو در تشکیلات علنی در نیروی پیشمر تضعیف کنه نبایستی میدان بدیم. و آخرین نکته هم اینه که رفقا میدونن که اختلافاتی در داخل حزب ما در جریان هست. نقش کمیته مرکزی کومله و نقش پلنوم کومله
اینه که به اصطلاح در رابطه با این اختلافات وحدت بخش باشه و سعی کنه که اون روحیه وحدت طلبی که در جامعه وجود داره و جامعه از ما میخواد نمایندگی کنه. خطوط این وحدت طلبی و خطوط این سیاست در بیانیه کمیته مرکزی کمره که چند پیش صادر شد و رفقا خودشون در جریان هستن در اونجا اومده. من چیزی بیشتر از اون ندارم، ولی میخوام بگم که تلاش کمیته مرکزی کمره اثباتی و مثبت باشه در جهت رفع این مشکلات تشکیلاتی که عمدتاً و اساساً تشکیلاتی هستند، وگرنه اختلافات سیاسی به هیچ وجه به همچین تنشایی نمیتونن منجر بشن. اختلافات سیاسی یک بخش خیلی طبیعی از سوخت و ساز درونی یک کشور هستند. بنابراین مادام اختلافات اساساً تشکیلاتی هستند، باعث راه‌حل‌های تشکیلاتی هم برش پیدا کرد و تخفیفشون داد و سرانجام در حد توان برطرفشون کرد. این کاریه که به نظر من باعث جزو اولویت‌های کمیته مرکزی به حساب بیاد. خسته نباشید.